چون چشم خود گشادید و صبح را پیشواز گرفتید. نکهت صبح طبع شما را خوش کرد و شما برای روز گذرانیدن تیاری می‌بینید. ولی به یاد آمد که در دوام روز شدت و عصبانیتی شما را دنبالگیری می‌کند. این است علامت ناراحتی عصب. و با مشق امروزه خود ما می‌توانیم این علامت نامطلوب را از خود دور سازیم. در دوام روز شما با آدمان، همکاران، در خانه خود، به اهل عائله خود و اسباب‌های روزگار و آن چیزهایی که شما هر روز سر و کار دارید احساسات منفی می‌کنید. قریب که همه چیز شما را ناراحت می‌سازد و عصبانیتی شما به شدت به دردهای گوناگونی برده می‌رساند. آرام باشید. خوشبختانه این حالت برطرف شدنی است. برای اینکه ما این حالت را از خود برطرف کنیم، بنشینید در جای آرام و آسوده و دستان خود را بر بالای زانو گذاشته به سخنان ما گوش دهید که این مشق روانی می تواند احساسات منفی و هیجان ضررآور را از شما برطرف کند و عکس العمل روانی شما و واقعه‌هایی که در گرد و اطراف شما هستند مثبت گردد. خود را در بین میانه سر قرار دهید و بدن خود را حس کنید. دست و پای خود را، میان، شانه ها، تخت پشت و قفس سینه، گردن، روی، زبان، چشمان و البته میانه سر، آنها را حس میکنید. پس نرم سازید. سر کرده پای در هم از دستان سر کنید. پایهای خود را نرم کنید. شکم و میان و عموما تا چشمان و زبان و پوست سر و میانه سر. این حالتی که شما حالا در بین میانه سر قرار دارید و بدن خود را نرم کرده اید و ملایمی آن را حس میکنید، این زمان شما احساس قوه جاذبه زمین میکنید. زمین به ما و شما که مادر است، همه قوه های منفی ما و شما را جبیده در مرکز خود نیست و نابود کرده می سوزاند. داده شوید به حالتی که شما را فرا گرفته است و بدن خود را چون احساس کردید همه طرفه وزنینی فاره می را در تمام قلمروی بدن خود پیدا کنید. حس کنید که چطور قوه جاذبه زمین و بدن شما اثر دارد. و این قوه هست که همه نیروهای منفی را از شما جبیده میگیرد، از آن جمله عصبانیتی را هم. و بدن آهسته آهسته گرم شدن میگیرد، چون که رگ‌ها گشاده شدند و گردش خون در بدن درست گشت که سبب برطرف شدن شدت در شاهراه‌های خونگرد میانه سر می شود. و نفس آهسته آهسته چخور شده هر باری که نفس می گیرید، نفس کشی تا خود ششها و نوک انگشتان دست و پای می رود و هر باری که نفس می برارید شما احساس می کنید که قوه نیروی هوا به تمام عضوهای شما پهن شده ایستاده است. بدن آهسته آهسته وزن خود را گم کردن میگیرد و شما احساسی خوبی را در بدن خود میکنید و اکنون میبینید که شما صاحبی سرشت خود شده میتوانستید. پس فرمانهای عادی بدهید که میتوانم امروز با اون چیزهایی که وا میخورم احساسی مثبت و هیجانی فایده آور کنم. می توانم احساس خود را به دست گیرم و هر چیزی که پیش ناراحت و عصبانیتی می ساخت اکنون
در نظرم ناچیز شده ایستاده است. با زینه عقلی می‌گذریم و در این وقت سخنان ما و شما اثر خود را می‌رسانند. هیجان مثبت، احساسات خوبی، سرشت خود و همه وقت با وقت خوش و در سر دل مهر و محبت پیدا می شود. مهر و محبت امروز همراه شما هستند. تا بازدید.